when my head was underwater. Yeah. The water's getting colder, let me in your ocean swim. Out in California, I've been for a turkey swim. نسل پنجم کیای K5 اینجاست. کیا K5 همون کیا اپتیما و ما با نام اپتیما این ماشین رو خیلی بیشتر میشناسیمش. در بازار جهانی این ماشین وقتی داره صادر میشه تو کشورهای مختلف دیگه اسمش شده کیای K5 و همیشه هم ما میشناسیمش دیگه. این نسل پنجمش از سال 2000 حالا این ماشین داره تولید میشه. از سال 2000 تا الان 5 نسل مختلف داشته و ما چند نسلش رو هم در بازار ایران داریمش. اون 6 سیلندرایی که 2006 7 بودن اگه اشتباه نکنم. بعد ما کیا اپتیمایی رو داشتیم که بسیار محبوب بوده در بازار ایران. بعد اون هم حالا یه فیس لیفت یا حالا تغییر نسل بود دیگه در اصل و بعدش الان نسل جدیدش اینجا قرار گرفته. از سال 2019 این ماشین داره تولید میشه و به نظر من طراحی بسیار بسیار جذابی رو داره. کیا K5 با کد اتاق DL3 الان در کنار منه که به نظر من میگم طراحی بسیار جذاب و عجیبی داره. این بخش کاپوت رو یه نگاهی بندازید، لوگوی جدید کیا نصب شده و کلا در محصولات کیا میبینیم برای این جای لوگو اومده در موتورها رو یه تغییری داده. 2 تا خط داریم روی در موتورمون، در موتور رو کاملا عضلانی تر کرده و به نظر من این باریک بودن چراغ‌های جلو زیبایی این ماشین رو چندین برابر کرده. بسیار بسیار دماغه ماشین خشن و جذاب طراحی شده. یه نگاهی به دیلایت این ماشین بندازید، شبیه حرف Z طراحیش. این حرف Z در جای جای این ماشین داره دیده میشه. کجا دیگه میبینیمش؟ توی همین جلو پنجره ای که تا زیر چراغ اومده، از زیر چراغ اومده تا گوشه سپر کشیده شده. اگر نگاه بکنید عین حرف Z توش تکرار شده و کلا میشه گفتش که دماغش نسبت به نسل‌های قبل کشیده تر، جذابتر، خشن‌تر و باحال‌تر طراحی شده. یه چیز دیگه هم اینجا بهتون بگم، اصلا انتظار ندارید اینجا چراغ مه جلو رو داشته باشیم، مه شکن جلو اونجا. چرا اونجاست؟ اصلا همیشه انتظار داشتیم اینجا باشه. میریم جاشو عوض کردم و جای دیگه ای گذاشتم. طراحی رینگ های ماشین میشه گفت طراحی بسیار باحال و جذابیه. توش پر از خط و خطوطه و با رنگ نوک مدادی و بخشی تراش خورده کار کردن. اما بیایم سراغ طراحی جانبی ماشین. نکته بسیار مهمی رو داریم توش میبینیم. این شیپ گلگیر جلو رو میبینید که خط شکسته رو توش نداریم. همین حالت در جلو، در عقب تکرار شده و اوجش اومده دیگه روی این گلگیر عقبه. این مدل پفی که داده به نظر من خیلی جذاب و خوب کار کرده. یه نکته دیگه ای که در نمای جانبی این ماشین به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره، این کرومیه که در قسمت بالای شیشه های جانبی کار شده، اومده یه مقداری پهن‌تر شده، چرخیده روی در صندوق عقب گرد شده و دور زده اون طرف ماشین. این سبک طراحی که استفاده کرده برای این بخش واقعا جذاب و باحاله. یه نکته دیگه در مورد طراحی ماشین، بسیار بسیار نزدیک به خودروهایی که حالت فستبک رو دارن، یعنی خودروهایی که الان ترند طراحی سدان هایی که مخصوصا میشه گفت که سایز حالا متوسط یا بزرگ رو دارن. بعضی حالا به این سبک حالا سدان ها، من نمیدونم میگن میت سایز سدان، این چه میت سایزیه با این طول آخه؟ این دیگه واقعا سدان بزرگ محسوب میشه. اما از نظر من این سدان یک سدان بزرگ کاملا محسوب میشه که فضا